چه عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. درود. دگر بار توفیقی شد که بتونم با یک ویدیو دیگه در حضور شما عزیزان باشم و در این محفل. خیلی سپاسگزارم که این لحظات و دقایق با ارزشتون رو تصمیم گرفتید که با ما باشید و امیدوارم که این ویدیو بتونه بار مثبتی انتقال بده و کاربردی باشه. پس خیلی کشش نمیدم، پس برای دیدن ادامه ویدیو بزن بریم. خب دوستان، اونطور که از تایتل این ویدیو پیداست اومدیم که راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم. فقط یک نکته که هست دوستان، میخوایم به زبان ساده اونو شرح بدیم، به زبان ساده. پس اگر به دنبال بسیار درک پیچیده از اون هستین، درک سطح بالایی هستید، توصیه میکنم که ویدیوهای سطح بالاتری رو هم تماشا بکنید ولی محفل رو هم از دست ندید به نظر من. خب هوش مصنوعی چیه؟ همه ما تا حالا توی زندگیمون با خیلی چیزها روبرو شدیم که به صورت مصنوعی هستن. یکی از نمونه های اون چرم مصنوعی. خب هوش مصنوعی چیه؟ هوش مصنوعی همون مانند چرم مصنوعی یه جورایی نسخه غیر اصلی مغز انسان های، نسخه غیر اصلی هوش انسان های. ولی اخیراً یا چندین سال اخیر یک نظریه اشتباهی که جا افتاده، هوش مصنوعی رو بعضاً خطرناک میدونن یا مختص ربات ها میدونن. خیر، هوش مصنوعی بسیار گسترده تره. درسته، رباتی که از زیر شاخه‌های اونه، اما هوش مصنوعی بسیار گسترده تره. و از بابت خطرناک بودن هوش مصنوعی خیلی تصور میکنن که مثلا به این صورت میگن که تا چندین سال آینده هوش مصنوعی دنیا رو تصرف میکنه و مثلا دنیا رو در چنگ خودش میگیره و در مشت خودش میگیره و دیگه ما اجرای برده هوش مصنوعی خواهیم شد. بذارید یک مثال براتون بذارم. یک بار یک پسر 5 ساله یا یک کودک 5 ساله به یک فرد 10 ساله گفت درسته که تو الان 5 سال از من بزرگتری، اما 5 سال آینده من هم سن تو خواهم شد و اون موقع نمیتونی به قولی همچین ادعایی رو داشته باشی که از من بزرگتری. و اون پسر 10 ساله در جواب یک حرفی رو زد که به نظر من تا حدودی میتونه پاسخ به این باشه که هوش مصنوعی میتونه مالک یا مثلا ما برده اون بشیم یا خیر. و اون پسر گفت زمانی که تو 10 ساله بشی من نیز 15 ساله میشم. درسته که هوش مصنوعی رشد خواهد کرد، اما گاهن ما فراموش میکنیم که اگر هوش مصنوعی از آنچه که هست رشد بیشتری داشته باشه، بدون شک به سبب اینه که انسان‌ها از آنچه که هستن هوش بیشتری دارن و رشد بهتری داشتن. پس هرچه هوش مصنوعی رشد کند، انسان‌ها هم نیز رشد خواهند کرد. اینو نباید فراموش کنیم. و هوش مصنوعی حداقل تا به امروزه همشون نیازمند یک برنامه ریزی هستن، نیازمند یک مهندسی شدن هستن، نیازمند به یک چیدمان و الگوریتم های خاص هستن. پس هوش مصنوعی هنوز مستقل و خودمختار نیست هنوز. ولی به هر حال نظر من اینه که هوش مصنوعی بسیار و بسیار کارآمدتر از آنچه که در خیلی از فیلم های هالیوودی که میبینیم خواهد بود در آینده و خطرناک نخواهد بود. حالا خیلی اول ویدیو گفته بودم هوش مصنوعی رو خیلی ها مختص به ربات ها میدونن و خارج از ربات ها هم هوش مصنوعی داریم. خب خارج از ربات ها سوال پیش میاد که هوش مصنوعی چیست و در چه زمینه هایی هستش. میخوام یک مثال خیلی بارز بزنم براتون، مثالی که ما تقریبا هر روز با اون رو در رو میشیم و هر روز با اون سر کار داریم، یعنی جستجوگرهای وب ها. همین جستجوگرهای وب ها
همشون دارای هوش مصنوعی هستن، دارای یک الگوریتم خاص هستن که شما با دستوراتی که بهشون میدین اونها براتون سرچ میکنن و یه جورایی تفکر میکنن و اون چیزی که برای شما هست رو میارن. براتون حتما پیش اومده که مثلا یک چیزی رو میخواید سرچ کنید، بخشی از اون رو که مینویسید به صورت پیشنهادی یک سری گزینه ها میاد. خب اون همون تفکر است، همون هوش مصنوعی است و به واسطه همون هوش مصنوعی شما میتونید به اون سرچ ها دست پیدا کنید و اون پیشنهادها براتون بیاد. این زبان شرح ساده هوش مصنوعی به نظر خودم که برای یک شناخت کلی میتونه کافی باشه. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و مفید هم باشه. دوستان اگر که هوش مصنوعی رو میخواید تفاوت‌هاش رو با یعنی رشته هوش مصنوعی، چون مهندسی‌های کامپیوتر چندین زیر شاخه دارن. یکی از زیر شاخه‌هاش هوش مصنوعی و یکی از اونها مهندسی نرم افزاره. اگر که علاقه دارید به تفاوت این دوتا رو بدونید، به اینکه تفاوت این دو رشته رو بدونید، برام کامنت بذارید که حتما اون ویدیو رو هم براتون آپلود میکنم، تولید میکنم و آپلود میکنم. و درباره مهندسی نرم افزار من 2 تا ویدیو در این چنل آپلود کردم که لینکشون رو میذارم. امیدوارم که اونها رو هم تماشا کنید و اگر توفیقی باشه، اگر خوششانس باشم، از اون بهره ببرید و لذت ببرید و خیلی ممنون میشم که اونها رو هم لایک کنید. اگر که تازه با چنل ما آشنا میشید سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که 1 عضوی از چنل ما بشید و 2 با این کارتون از این خانواده حمایت کرده باشید و لایک کنید، کامنت بذارید که به موجب کامنت شما این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد بشه و به سبب اون ما بتونیم رشد داشته باشیم در خانوادهمون و هر روز بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشیم. و اینکه برای دوستانتون ارسال کنید، شاید به درد اونها هم خورد و برای اونها هم کاربردی و مفید بود و اونها هم دوست داشتن که عضوی از این خانواده باشن. خیلی ممنونم از نگاه زیباتون. پس تا دوری دیگر بهتان بدرود.